در حالی که سلاح‌بدستان جنبش طالبان به کناره‌های شهر کابل وارد شده‌اند، حکومت افغانستان مردم را به آرامی دعوت می‌کند. کابل آخرین شهر بزرگ افغانستان میباشد که زیر نظارت حکومت قرار دارد. صبح روز یکشنبه 15 اوگوست دستگاه پرزیدنت افغانستان در شبکه‌های اجتماعی گفت در بعضی گوشه‌های کابل صدای تیر به گوش می‌رسد، ولی وضع زیر نظارت نیروهای امنیتی میباشد که در هماهنگی با کارشریکان بین المللی عمل می‌کنند. در همین حال طالبان اظهار نمودند که نقشه ندارند با استفاده از زور کابل را اشغال نمایند. یک منصبدار افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که طالبان منطقه های کلکان، قره‌باغ و پغمان کابل را تحت تصرف درآوردند. اما رهبران طالبان میگویند به سلاح بدستانشان دستور دادند که در دروازه های کابل موقع گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. جلوی مهربان خدای سپیڅلی نامه. روز 15 اوگوست سرپرست مقام وزارت امور داخلی افغانستان عبدالسفر میرزاقوال نوار نشر نموده ابراز داشت که شهر کابل به طور صلح‌آمیز به حکومت دوره گذشته سپرده می شود. روز یکشنبه طالبان افغان بدون مقاومت شهر شرقی جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و پیش از آن روز شنبه شهر شمالی مزار شریف مرکز ولایت بلخ را اشغال کرده بودند.